تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیدند. این گونه سیمچوب‌ها در دهه نوبنیاد سرچشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم‌ها زیاد شده اند، ترانسفورماتور تاب نآورد. 4 روز پیش سوخت و کارناشیان شد. حالا ترانسفورماتور را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفورماتور خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفورماتور نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند. ما خیلی سوم جمع کردیم ترانسفورماتورمون تیاره 80% کارمون بوده مثلا که 20% مدت یک یاردم. اداره شبکه‌های برق تنها به پایه‌های بتونی کمک کرده است. خط برق را باید از طریق همین پایه‌ها کشند. حالا دیگر پول ندارند. ترانسفورماتور خریدیم خودمون جمع کردیم یا 20%ش نرسید مقصد یاردم بتن جمعات رفتیم چرا ندید. دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند. مکتب رو داریم مثال لباسای وارا سر میخزیم باید ما تکنیم پوشم روان درس ده اینا یک ماه ما سوید نداریم. ساکنان میگویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به عرض آنها نمیرسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست. صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.